در دایره فستیوال بازی‌های ملی ورزشی امروز دور ҷамбастии فستیوال از روی بندکشی و گوشتنی ملی در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سایمومین رحیمов دایر گردید. برگزاری چهاربینی‌های ورزشی امکان فراهم می‌آورد که نمودهای ملی ورزش در جمهوری تاجیکستان احیا و رشد کنند. گزارش خبرنگاران ما. در دوره فستیوال بازی‌های ملی ورزشی دوامی 2 روز در دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان به نام سایمومین رحیمов مسابقه گوشتنی ملی و بندکشی جریان داشت. امروز دور ҷамбастии آن برگزار گردیده. حاضرین ابراز داشتند که توسط برگزاری چهاربینی‌های مختلف امکان فراهم می‌گردد که نمودهای ملی ورزش در جمهوری تاجیکستان احیا و رشد کنند. گوشتنی ملی نیز یکی از ورزش سنتی ملی تاجیک بوده. سال تا سال آن در مملکت رشد می‌کند. مسابقه گوشتنی ملی امروزه که در دوره فستیوال بازی‌های ملی ورزشی با اشتراک مخلصان سرشمار برگزار گردید از جانب داوران صاحب تجربه نظارت کرده میشد. تاکید گردید که برگزاری چنین مسابقه‌ها امکان فراهم می‌آورد که ورزشکاران خاصه دانشجویان مهارت خود را سنجند و در مسابقه‌های سطح جمهوریوی و بین‌المللی سزاوار جای‌های افتخاری گردند. همزمان تشکیل این گونه چهاربینی‌های ورزشی وسیله خوبی است در متحد نمودن دانشجویان و صیقل هنر و مهارت آنها. مسابقه ورزشی از نمود بندکشی بین ورزشکاران ولایت سوغد، خطلون و شهر دوشنبه با تعداد 5 دسته و 50 ورزشکار در تالارهای برهوای دانشکده در سطح بلند جنبست گردید. هدف از برگزاری این مسابقه بهتر نمودن سلامتی، خوبتر نمودن مهارت کسبی ورزشی، ترغیب و تشویق طرز حیات سالم می باشد. مسابقه مذکور از روی قاعده‌های قبول شده عنعنه‌های ملی با سیستم المپیک در دسته گذرانیده شد که دسته از 8 نفر عبارت بود. بندکشی یکی از بازی‌های ملی قدیمه تاجیکان ما است و در فستیوال بازی‌های ملی بندکشی یکی از بازی‌های ملی ما استفاده شده و در مرحله سوم امروز مسابقه جمهوریوی بندکشی جنبست گردید. امروز دسته‌ها با اصول خالگذاری بها داده شدند. همین طریق جای اول نصیب دسته دوشنبه که دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستانند، جای دوم نصیب دسته ولایت سوغد و جای سوم نصیب دسته ولایت خطلون گردید. داومی 2 روز است که در دانشکده تربیت جسمانی به نام جوان پهلوان سایمومین رحیمов مرحله سوم بندکشی مسابقه جمهوریوی در دایره فستیوال بازی‌های ملی گذشته شده است. غالبان معین کرده شدند و این مسابقه هم برای رشد و نمو کردن بازی‌های نمودهای ورزشی ملی در سراسر جمهوری گذرانده شده است. غالبان به جایزه‌داران با افتخارنامه، مدال، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی رهبریت دانشکده سرفراز گردانیده شدند.